نرفتم خونه نتردم دو شب سه تلفن میکنم. من دوستای عزیز با کمک برادران با همه که تاشپولاد و با اکای عباس ما خدا را شکر خدا را منظره های دهه فرا و جنبش کردی سوده فرامده سودیم. من یک چیز رو خاطر رسون میکردم که انمود وقتی که به دیگر دهه ها میرفتیم انمود دسترس شدن نوارهای ما به دیگران خیلی ها قین میفروید. از شما خواهش داشتم که انمود توگمه های پدلیتسیا و کلاس رو زیر کنید که بسیاری فرابی ها بینن نمی منظره ها رو شاید که باشن موسفیدانی که در وقتش همین جاها بسیار می آمدن می رفتن این وقتا دلشون گم میزند اما امکانیت ندارن که آمده این جاها رو بینن. ما در خدمت همین مردم هستیم که بیایم نوار کنیم و به مردم نشان داده باشیم. بسیار نومینا همشون یادگار باز از نمیگم جوری شده می؟ بسیار آدمی خوب بهترین یکی جوری سخت من کجا باشه این تلفن تری دست چپ نه وقتی دیگه اون که در بالا موندن من مرگ از برای پیاده موش سر میگیره و مرگ یا من مرگ پیاده اون که مهنت میکنه اونجا من مرگ حلق میشه دی مرگ دیخون اون مهنت میکنه داره یک فری من با کجا زنده باشید هزاران رحمت شما با نون نمکو با راضی شویتون شروع زنده باشیدون من دانه آدم آپاس امنی کلش بسواد خنده خیلی آدم سوچو بیاد که نه ما آدم خود کار میکنه اکا نومی شما چی بود نام که اکا حسین بسیار نومی نه بسیار نومی بهترین با خدا شما من یکم بار دیدی بوده؟ نه دیگه خراب دیگه همون نبانکی که میریم مالا خدا نمازی عزت باشه فریما شکریه نمره نیست من یا بار میگه اکو دادرم میگه اخت سرکم من مونده الله شد من برشون رو میگیرم خون همین که اساسا هم لوی خیلی جمی سیا تا گام بزنید تا شوفر گاز ده از پارتی بالاست پروردگار فرض می‌کنه از نام میرم پروردگار من نمی‌دونم چی باشه زنم میگه گزاوتو نه سخت لو برادرش میدم دیگه نه سنجوان که نه دلم سفید شده تماشا میکنه دانشمونه کی نام همیشه امن داره شوق سمتی تماشا میکنه تام سه نفر سان کچینده افتاده مینا دوستای فراب دوستای عزیز نمیده سانگ چخه چیندن همین قشلاق من دیدم بسیار هم خیلی جای چیندگی دارن نمیده دستشون در نبینه دکای اکمل اما ما سلام قبول کنید باور کنید من صفحه هم خیلی هنرمندا میشم این نبینید رنگ میگه استانوق چینده باشد ما خوی اکملی فرابی دوست اکملی فرابی چینده خان زنه دکا خدا قومش زن عباس خدا قومش خدا گوش کن اگر دمان تلفن نکنه بود پنج نمبر تو کی تلفن کرده ما دمان گودوک دیدت ما تلفن کرده نمبر میگه چند اسم نولو 855 گودوک تلفن بیار لو پاش خب شده خب برو ماشین شکرم حاضر شکر ماشین برو کجا براری داری اینجا چوی میزنی ما اشکام سر نه ما اشکام نه جورا ما اشکام سر رحمت زنده باشید تو عبود شید حال سلقین شهر رحم نه از اون چی شکر من براتون شوخی روزه امبر ماشین ما مقصد شما بودیم فهم دیگه مرگم فهم دوستای عزیز پیازی انزور در بعضی جا موتور میگن در بعضی جا سسق موتور میگن بسیار بود از در اینجا
عزیزان دل فروبی من همدیاران عزیز تا به این روزه که ما این قسم سیوم یا چهارم فروب رو نشر اینترنت کردیم ما علاقه همون مبلغ یوتیوب خود رو گرفتن رو سر کردیم از 3 حصه‌اش رو ما با همون کارتایی که در اکران های خود میبینید گذرانیدیم. انا همین عینی حال در انا همین کارتا 1010 سومونی پول است. 1010 سومون پول است، پول خیریوی است. هر کسی که میخواد با همین کارهای خیریوی سهم گذاشته باشد، ما یگان نوار نکردیم در مسئله کارهای خیریوی، در آینده میکنیم ببینید ان شاء الله میخواد که سهم گذارد در همین کارتا یگان از دلتون برآورده یگان مبلغ گذارید. اگر شخصان پیدا شوند که بودن در دیگر دهاتو وقتی که ما میرفتیم میومدیم بودن نمیخه شخصانی که میگفتن که سخت زحمت کشیدی، مهنت کشیدی، پدر و مادرم رو خرسند کردی یا خودمون رو خرسند کردی، ما وطن رو یاد کرده بودیم. البته این کارها به زحمت و به مشقت نمیشود، به رسخود هم نمیشود. پرسماترایی که در همین خودی قشلاق هر یک کس میگیرد رسخودی خودی همون دهات رو نمیپوشاند. عزیزان دل، من نالیدنی نیستم، من یگان زیق هم نیستم، فقط گفتنی هستم که اگر پیدا شوند همه خیلی شخصیت هایی که میخواهم برای پیشرفتی کاری ما سهم گذار باشند، انا این با دیومنگی کارتایی که میبینید میتوانید سهم خود رو گذاشته باشید، نگذارید. هم مزید نیستیم، تنها یک دعاگوی ما باشید، کامنتاری کنید، دستگیری ها کنید، پدیلیت کنید که همین زحمت و مهنت های ما بر عوض نرود. شما که هم دیاری ما هستید، واقعا در پناه خداوند پاک و بی‌آلایش باشید، خود را احتیاط کنید. یک جهان تشکر برای سخنهای نیکی که در زیر کامنتاری شما برای ما نوشته کردید. من از زمین تا به آسمان از شما منتدار هستم. من میتوانم باز یک مرتبه دیگر گویم که السلام علیکم دوستان عزیز، تماشابینان محترم. و چه خاطر سلام دادم، این آن روزه نیست که ما همون منظره های فراب رو گرفته ایستادیم، تنها در دوام همون منظره گذاشتیم. این روز تماما دیگر روز است عزیزان دل، 14 ایون سال 2021 می باشد. سنه ای که ما با دهه فراب آمده بودیم. من گفتگی هستم، بدانید سبب دویم بار تشریف آوردن ما یک برادر عزیز از همین دهه فراب به ما زنگ زدن، خود را شناس کردن. عبدالشکور ستاروف بودن، ساکن همین دهه، صاحب همین خاندان هستند. از ما به نهایت سخت خواهش کردن، اونقدر خواهش کردن که همین دل ما را دریافتند، ما را راضی کنانیدند، گویا که به سخنهای خود قائل کردند. عموما ما با همین سفر راضی شدیم و باز همین راه دور و دراز رو سفر کردیم به سوی دهه فراب به خاندان همین پدر بزرگواری همین برادر عزیز عبدالشکور ستاروف. من اولا از رفتی همون صحبت میخوام چی گویم که احسان میخوانم به همین پدر، احسان میخوانم به همون مادری که چونین فرزند به دنیا آورده و چونین یک تربیه خوب دادن. وقتی میگویم تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، هر بیشه گمان مبر که خالیست شاید که پرلنگ خفته باشد. و همین خاطر هستند دوستان، هستند برادرانی که اینقدر استعداد دارن، اینقدر قابلیت دارن، اما نهان مانده که هست. همین فرزند بزرگ، همین پدر بزرگوار ما رو خواهش کردن که از استعداد سرودخوانی همین استاد عزیز کمک نوار کرده باشیم. باور کنید از همون منطقه که ما زندگانی میکنیم تا به دهه فراب 130-140 کیلومتر است. ما سخنی برادر رو رد نکردیم، چون ما رو برادر خواندن. ما اومدیم با خاندان یعنی پدر بزرگوار. سلام علیکم پدر بزرگوار، خوش آمدید به برنامه ما. همون فرزندتون خیلی که گفتیم ما رو خواهش و درخواست کردن که از استعدادی شما کمک باشد به سهم مخلصان رسانیده باشیم. من به شما احسان میگویم اولا که چون این فرزند به دنیا آوردید، چون این یک فرزندانی به نهایت سخندان و نکته سنج و با آداب و با تعلیمی که این چیز تنها در رفتی صحبتی ما معلوم بود. ما با اون کس یگان مراتبه روبرو شدگی نبودیم. باور کنید من هم سخنی هر کس رو نمیگیرم، چخیل کردن راضی کردن که ما اومدیم نزد شما. رحمت سلامت باشید، سلامت باشید. انکون سخن رو ما میخواستم به درازون نکشیم. اول شما سر میکردید، یک سرود زمزمه میکردید که ما بیقرار نشویم که شما چی استعداد دارید. با صحبت رو در رفتی برنامه دوام دادیم. شما از کدام سرود سر کردن میخواهید؟ اولا من یک بیت درباره یک بیت نصیحتی بزرگان ما گفتنی هستم که پسران را کند دو چیز خراب، هوس زینت و هوای شراب.
وای بر آن پسر هزاران وای که بود میپرست و خود آرای. از جوانان خواهش من همین که جوانان میپرست نشوند، خود آرای نشوند. خب فقط نیکی دنیا با باقی میماند. همین نیک باشند و نیک گردند و در کجایی که نباشند، خواه در مهاجرت خواه در وطن، البته همه وقت سخن نیک و گپ نیک و کار نیک از رو برای نیک رفته باشند و همه وقت نیک مرد و نیک کار باشند. انا بعد میخواستم یک نصیحت به همه پسرا سرودی از ایجاد خودم گویا، هرچند شاعر نباشم هم انا گویا قافیه گفتم، همین قافیه یک تا سرایم. یک جان تشکر استاد. ببخشید از خسته شوی روح باشد من کمک با آداب و تعلیم روایت نکردم. اولا خودتون رو معرفی میکردید. من همراه امام قل ستارویچ، ختم کرده دانشگاه آموزگاری شهر خوجند، سال 1963 سال 1986 آمده من به دهه فراب به کار قبول شدم. اختصاصم متماتیک، معلم ریاضی. من تا 4 سال شد، 4 سال بعد من از آن سبب آنکه وزبینی کرد به من عصبها وای شدن، با خواهش خودم به نفقه برآمدم. البته همه خیلی قرار بود که همه خیلی در سن 58 سالگی برآمده بودم، من سن 58 سالگی گویا به نفقه برآمدم. یک جان تشکر. خدا رحمت. زمزم میکنه به جان دل. نصیحت گوش کن جان پدر، تو شی ره کن اگر داری سفر. همنشین با مردمی نادان مشو، صحبت جاهل به جان دارد خطر. همنشین با مردمی نادان مشو، صحبت جاهل به جان دارد خطر. تا توانی فاضلان را یار شو، نخل فضلی فاضلان دارد ثمر. تا توانی فاضلان را یار شو، نخل فضلی فاضلان دارد ثمر. دوستای عزیز، نگفته نموند که سخن ما رو رد نکردن. اونقدر اکوی عبدالشکور دل ما رو یافتند که ما همین با اکوی اسد جان باتورزاده و فرزند عزیزشون سرمد جان اسدزاده خواهش کردیم که بیاید همین به نزد یعنی پدری بزرگوار میرویم یک خدمت کرده باشه. سخن ما رو رد نکرده و ما رو همراهی کردن. دستون در نبیند یک جان تشکر. خوش آمدید با برنامه ما. میخواستم
برای ما جوانان یگان نصیحتی کرده باشد پدرانه. ما احتیاج داریم به نصیحت، به گفتارهای خوب، به یگان چی مصلحت ها میداده، چی عمر دیده و برای ما چی مصلحت میدید که ما چی کار کنیم در آینده. امروز من به 64 رسیدم، اکنون طرفی 65 روانم. در دوام عمر پدر بزرگوارم ماهانه بسیار همه وقت نصیحت میکردن که نیک باشیم و نقد باشیم، به مردم نغزی کنیم و بدی ما به کسی نرسد. انا به جوانان نصیحت من همین که اگر توانند همه وقت نیکی کنند، اگر نیکی کردن نتوانند بدی نکنند. در جوانی دار پیران را عزیز، تا عزیز دیگران باشی تو نیز. اگر در جوانی پیران عزیز را از خودشان بزرگترای حرمت کنند و احترام کنند، البته پروردگار عظیم شان اونها با به همون سن پیری میرساند و به روزهای نیک میرساند. گویا سعادت هر دو دنیای نصیبشان میگرداند. یک جان تشکر شما. خواستم پرسم که از همین چند سال معلمی کرده؟ از سال 1986 اینجانب من معلم، من 4 سال باز من در نفقه، یعنی یک 32-33 سال معلمی کردم. بار یگان حالت بود که شما پشیمان شده باشد که با کسب معلمی شغل داره؟ بودن همین حالت ها یا نه؟ همین خیلی حالت قریب که نبود. من از کسب معلمی من همون خرد بودم. خب در مکتب میانه میخواندم که وقتهای مکتب میانه خواندم من در دیه گویا عضوی دسته هوسکاران مکتب بودم. انا معلمانم همون وقتها همین استعداد من به نظر گرفتن، میخواستن که من با یگان مکتب صنعت مانند و با یگان مکتب صنعت من برده قبول کنند و من صنعتکار شوم. همه خیلی پدرم من صنعتکار بودن ما گفتن تو صنعتکار میشوی و انا دور از ما میبری، ما اینجا با بی تو نمیتونیم. انا ما از خوردی از مادر یتیم ماندگی. انا یک شعر یک شاعر است که اینقدر باشند عزیز و معتبر مادر پدر، در عزیزی هر یکی شیرین ترند از همدیگر. بس که محرومم ز خوردی من ز مهر مادری، زین سبب دارم پدر را من دو چندان دوستر. ما که از مادر در سن 30 سالگی من از مادر یتیم ماندگی. انا دادرم رحمتی شد و هم از دنیا گذشت، 1 ساله از مادر ماند. انا همین پدرم ماهانه برای همین فرزندای من مادری اوگای مادرندر خار نکند گفته حیاتشان برای ما هم تو گذراندن. انا همین خیلی عمر را سرگذراندیم. میخواستم درباره یک شعر صابر ترمذی درباره گویا چی گویم همین خود شکایت از رفتن جوانی، شکایت از رفتن جوانی، همین شعر صابر ترمذی میخواستم زمزمه کنم. او شد جوان و جوانی من برفت، یاقوت من ز رفتنی او قهربا شده است. تا در هوای عالمی پیری فتاده‌ام، شخصم ضعیف گشت و دلم
در هوا شده است. از گذشت عمر امشب قصه خوانی می کنم، با علمها یاد ایام جوانی می کنم. گرچه آن مرغی بهشتیم ز دست من پرید، یاد آن مرغی بلند آسمانی می کنم. غم شد جوان و چو روزی جوانی من برفت، شادیم پیر گشت و نشاطم هوا شده است. آبی که روی من ز جوانی گرفته بود، در چشم آمده است و ز رویم جدا شده است. در جوانی ها دلم درد و بلاها دیده است، چون سمندر بر تنش دست علف پیچیده است. از لب دلبر به لبها بوسه تر چیدم، شیر من هم از لبانش بوسه دزدیده است. زین پیش عشق زلفی دوتا بود در دلم، آن عشق هیچ گونه ندانم کجا شده است. زین پیش عشق زلفی دوتا بود در دلم، آن عشق هیچ گونه ندانم کجا شده است. نوجوانی موج دریا بود و دریادل بودم، بلکه یک دریای شورآمیز بی ساحل بودم. عشق ورزی کرده بودم با تمام اختران، بزم‌آرا بودم و در بزمها کامل بودم. برگرد آسیا سری من ز روزگار، این گشت روزگار مگر آسیا شده است. آن دلبری که دم نزدی بی وفای من، اکنون وفای او همه بر من جفا شده است. آن دلبری که دم نزدی بی وفای من، اکنون وفای او همه بر من جفا شده است. آب
آبت گرید تا دل آبت گرید، اندر دل آبت آفتابت گرید. آن طور بزی که بعضی جام دادن تو، پنهان ز جماعه گورکابت گرید. آن دلبری که دم نزدی بی وفای من، اکنون وفای او همه بر من جفا شده است. پیر پیام گوی من آمد که بعد از این زلفی دوتا مجوی که پشت دوتا شده است. پیر پیام گوی من آمد که بعد از این زلفی دوتا مجوی که پشت دوتا شده است. بر من جوانی من چون خود وفا نکرد، او نیز چون جوانی من بی وفا شده است. او نیز چون جوانی من بی وفا شده است. رحمت شما بیام. حالا رحمت. خب ما میخوام فهمم که استاد عزیز چند فرزند داره؟ چند نبیره داره؟ شکر خدا 6 فرزند دارم. 6 فرزند دارم. 20 نبیره دارم، دختر و پسر. نه عبیره حال ندارم. با کدام سروده خب یک سرود گویا از ایجادات خودم بود. انا 4 مصرع اولش البته از کدام شاعرایی که من مؤلف نمیدانم، 4 مصرع اولشو بعد از 4 مصرع نه خودم ایجاد کرده گویا. به دنیا دل نبندد هر کی مرد است، که دنیا سر به سر اندوه و درد است. به قبرستان گذر کن تا ببینی که دنیا بر حریفانت چه کرده است. به قبرستان گذر کن تا ببینی که دنیا با حریفانت چه کرده است. دوستان دنیا سراسر جای اندوه و غم است، در جهانی بی وفا شادی و خرسندی کم است. هر کجا بینی خلایق را بجوشی عیش و نوش، دانکه او بزمی فرح نی بلکه سوری ماتم است. دانکه او بزمی فرح نی بلکه سوری ماتم است.
طاقت نکردن زیر باری درد و غم، باری اندوه و غم و غور بدوشی آدم است. باری اندوه و غم و غربت بدوشی آدم است. گر به چشم دل نظر سازی بروی این جهان، خصم قارون است دنیا هم عدوی حاتم است. گر به چشم دل نظر سازی بروی این جهان، خصم قارون است دنیا هم عدوی حاتم است. خصم قارون است دنیا هم عدوی حاتم است. شاید شما گوید که اینها کی هستند و چی هستند، در فراب چی گم کردند، چی کار دارند در اینجا. ما میخوام خودمون رو معرفی کنیم. حافظان ممتاز هستند، اسدجان باتورزاده نواز، هم شاگرد هم فرزند هم طالب علم مکتب انمی برادر عزیز هستند. ما باشیم بنده نواربردار هستیم، در توی و مرکه ها خدمت میکنیم. همون وقتی که توی ها زیاد شدند و به نواربرداران خود انمی دهه فراب دستشون که نرسید با ما مراجعت کنید، ما عمده خدمت شما رو برآورده میگردونیم. ادمنستراتوران کانال امید ویدیو هستیم، ادمنستراتوران کانال وارثان لایق میباشند. دوستان عزیز، ما هم دیار هستیم، ریشه پیوند هستیم، از یک دیار از یک وطن هستیم. شما ما رو دستگیری کنید. ما انمین جانکنی های ما به خاطر که انمین نوارهای دیه های شما، نوارهای کوه و دشت و دمان، انمین استعدادهای نهان مانده شما رو معرفی کرده باشیم و شما با ما به شما تکیه کرده باشیم. سخن رو به درازو نمیکشیم. دوستان عزیز، استادی عزیز، من فکر میکنم با یک سرودی آخران میخوام برنامه رو جنبست کرده باشم. کدام سرود رو انتخاب میکنید؟ یک سرودی دیگه. پسر جان، پیش از همه من گفتنی هستم که من نه تیاری نگویم، موسیقی رو نمیشناسم، با موسیقی نخواندم نسراییدم. فقط من همین رو گفتنی هستم که ما حافظان کوچه باقی مگون مایا، حافظان کوچه باقی، حافظان کوچه باقی، همین فقط دیه همین خرسوار که برآمدیم، دیه که بیرون شدیم، منظره های طبیعت قطع گویا یک جوش و الهام گرفته انا سرود میخوانیم. انا گویم شنونده اولین ما همون گوش دراز جانور انا همون شنونده اولی ما همون جانوری گوش دراز، انا مخلص اساسی ما هم هوای با هر زمانی که ما سرود خوانده بلند آواز گرفتیم و جانورم الهامش آمده یک سرود میخواند با ویم. این سخنهایی که از قلب برای دوستان عزیز، مردم دهاجو و مردم خاکسار هستند، مردم زمینی هستند. این چیزها رو وقتی که به درونشان می‌دارید، اینجا دنیای دیگر است، اینجا تماما دیگر مملکت، دیگر دنیا، دیگر سیاره است. دوستان عزیز، اگر من فکر میکنم در پسی کار در همون صحبت‌های انخیم نوسبیدون زنده دل می‌نشینید، من فکر میکنم باور کنید، من نمیدونم چی بگم، خودتون فهمیده گیره، دیگر معنی و دیگر دنیا است. یک جهان تشکر پدری بزرگو، استادی عزیز. شما بهم رحمت، شما بهم رحمت، قدمات هم حسنات. یک جهان تشکر. ما رو به فرزندی قبول کنید. ما اکنون از این طرف فرزند شما حساب میشویم، نمکتون رو خوردیم، مهمونتون حساب میشویم. کدام سرود میخواید شما برنامه رو جنبست کرده باشه؟ خب من اصلا چخیلی گفتم شاعر نیستم، من موسیقی نواز نیستم، موسیقی اصلاش بلکه قریب که نمیشناسم. بنابراین از روی موسیقی هم من موسیقی نواز که نیستم، از روی موسیقی هم سراییده نمیتوانم. فقط رحمت من این نوازنده ها با که با همین سراییدن من به نگاه کرده، همون آهنگ هوای به خودشان آهنگ بسته نواخته ایستادن، من به
یاری کرده خدمت کرده سالیان که منم آوازم برارم. انا بعد همین کدام شاعر و نویسنده که نباشد اول در وصف دهه و زادگاه خودش یک شعر میگوید. انا چون که پیشتر یک رادیو میخواندن، پیشتر تلویزیون هم دهه ها کمتر بود، رادیو میخواندن که ده من یک پاره خاک وطن، ده من یک گوشه باغ چمن، در همین جا رستم چون نهال سبز گشتم در بهار خیشتن. گفتم منم گویا در وصف دهه خودم یک سرود ایجاد کردم و آخران میخواستم که همین سرود در وصف دههم سرود خودم شعر خودم ایجاد کردی خودم، اما افسوس که از یاد نمیدانم. انا بنابراین میخواستم از روی همین دفترچه خودم همین سرود خوانده و زمزمه کنم. این سرودی که من حاضر میخوانم گویا در غریبی در مهاجرت ایجاد شده است. در روسیه در شهر کراسنایارسکی. انا دل که پزمان شد، بعد همه شعر گویا از خود ایجاد کردم اونجا با. این سحرگاه یک نسیمی آمد از سوی فراب، مست گشتم از نسیم و نکهتی بوی فراب. صحبت پیران پرفز لش بجان پزمان شدم، مرغ دل پرواز دارد دائما سوی فراب. آب رود و چشمه هایش داروی جان و تنند، میوزد گوی نسیمی جنت از سوی فراب. در بهاران کوسارش خوشتر از باغی ایرم، بال افشان مرغکانی خلدی در روی فراب. بال افشان مرغکانی خلدی در روی فراب. حسن روی دخترانش رشک حورانی بهشت، حسن روی دخترانش رشک حورانی بهشت. دلکش و دل جوی و دل راش هر سیه موی فراب. دل بر و دل جوی و دلکش هر سیه موی فراب. داستان انشا کنی کم از به وصفش ای امام، بهتر از صد استراحت هست تکاپوی فراب. بهتر از صد استراحت از تکاپوی فراب. دل بر و دل جوی و دلکش
هر سیه موی فرام میوزد گوی نسیمی جنت از کوی فرام. شما بهم هزار رحمت، هزار رحمت. من فکر میکنم یک شخصی بزرگوار میتونه برای ما یک دعا میداده، هم دعای سفر و هم دعای برای کار. اگر من فکر میکنم دعای شما رو بدیم حتما کارمون برابر خواهد بود. خدا اگر خواهد نصیب باشد. امید از درگاه پروردگار دارم که شما و سفر بی خطر راه سفید کند. من کارهایتان به موفقیت در کارهای ایجادیاتتان ذهنتان پروردگار روشن کند و کارهای ایجادیتان به برار تید و راه سفید بخت و دولت یار شود و بخت هم قدمتان باشد. پاکا پروردگارای و همه وقت شادی و نشاط بر ببرتان گردد. رحمتی که ارحم الراحمین. هزار رحمت. شما بهم هزار رحمت. بسیار منت دارم که رحمت شما بهم هزار رحمت. اکوی عبدالشکر ستارov نمیدونم کمی ما رو به جای مول میبینید، نمیدونم که ما همون خواهش شما رو اجرا کردن توانستیم یا نه. عموما با شما هم یک جهان تشکرهای زیاد. اگر دیگر امید جان بسازدنه خیلی یک حافظ نبرانده است، یک دمه 3 میلیون رسمت کنیم. اگر میده راش که چون خوابشون بود میرجان ترس چونه مادر سخم اکو امید گریختی می مردک در یعنی پشت درست گرستی خیلی ما رو همراه باشید. من آمده رسیدیم تا همیشه 3 گز بسازدنیم. ما افراب شریف آمده دازیم در جای ماشین آهنی گرمون. اگر امید همه جا خوره بگفتیم ساعت 3 ساعت هم 1:25 ساعت بلاگر ها ساعت 10 برامون هیچی نه 3 ساعت برامون ما این روز شوفیر هم شدیم. تنبول شوفری چیکو شوفر ماشین عباس وای ماشین نفروشه هیچ جا گازیز تریکل ساختیم بوی شو خیزیز سیوم کروزه؟ ساعت چند؟ ساعت 1:30 خليت انا متجوز حيمو هاي مزار شريف کمک خور رفتم ساعت 1:30 شب با ما در راه حدیث سحری باور کنید شد 25 ساعت میتر شده خور رفت دیگه از نگاه کنم مازم داره یعنی شما پاتا در بید اینه گاز نه سری کجا شکری خدا دیگه بازار رسیدیم گفتی اکوی اصلا از این دوتا بلاگر میفرونه و که با مختون تلشید اصلا راستی همه کار دشواری دارد مشکلی دارد. از اون جمله نمی بلاگری هم من نمیخواه عذابی و مشکلای خودش دارد. نه جوره اون رو ساق قریب گزیده بود با خدا چی بود؟ تایی مچ نه اینه یلا ساق هم جمعه همه خیلی جدی بگران نمیشه هریم هم دار فرام